خطرات کاربرد قرص‌های تقویت جنسی روحی سه‌شنبه 30 میزان 1398. اخیراً در شبکه فیسبوک ترویج و فروش تابلت‌های تقویت جنسی انتشار یافته که نگران کننده می باشند. عوارض تابلت‌های تقویت جنسی: ضعیف کننده سیستم عصبی، خطر بروز زود هنگام سرطان پروستات. پروستات غده است که در انتهای مثانه قرار دارد که به آن کیسه منی یا آب المثانه نیز میگویند. ایجاد دیوانگی، بدحالی و سرگنگسی: طفلی که از این روش‌ها به میان میآید دیوانه و عصبی خواهد. بار آوردن سکته مغزی و شوک عصبی، سست و ناتوانی کننده کمر، ایجاد کننده بیماری‌های قلبی و سکته قلبی، ایجاد کننده عقلی و الزایمر، خلق سنگی و عصبانی همیشگی، احساس خستگی از کار و روزگار، ضعیف کننده سیستم اطراحیه مانند گرده‌ها، آلبین، مثانه. آنانی که معتاد داروهای جنسی میشوند دیگر در حالت طبیعی انزال نمیشوند. راههای درمان: آنانی که میل جنسی ندارند و به قرص‌های تقویت جنسی روی آوردند بدانند که بیمیلی جنسی از اثر کمبود آهن در بدن و کمخونی صورت میگیرد. فقط به جای خریدن قرص‌های تقویتی از خوردنی‌های آهندار و خون‌افزا استفاده کنند. متوجه باشید کمبود آهن و خون در چاقی و لاغری هیچ ارتباطی ندارد. مشکلات جنسی تان را از روش‌های طبیعی درمان کنید تا سبب اختلاف بیماری جنسی و روانی نگردد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.